شماری از مهاجران افغان در شهر شیراز به رسانه‌های فارسی زبان گفتند که از 2 ایون سال 2023 ماموران دولتی جمهوری اسلامی ایران مغازه‌های متعلق به مهاجران افغان و همچنین مغازه‌های ایرانی‌هایی که در آن مهاجران افغان همچون کارگر کرایه کار می‌کردند مهر زدند. در امری که از طرف اتاق اصناف مرکزی ولایت فارس صادر شده است و عکس آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شد آمده است که مغازه‌هایی که کارگران مهاجر دارند از تاریخ 15 خرداد برابر با 5 ایون به بعد با مجازات سنگین از جمله جریمه و مهر زدن روبرو خواهند شد. در این فرمان مشخص نشده است که چرا و در کدام اساس از کار و فعالیت مهاجران جلوگیری کرده شود. همچنین اشاره نشده است که تنها مهاجرانی که غیر قانونی و بی‌حجت هستند اجازه کار را ندارند و یا همه مهاجران از کار در مغازه‌های خود و همچنین در مغازه‌های شهروندان ایران محروم کرده می‌شوند. یک مهاجر افغان به رسانه‌ها گفت که در استان فارس به مهاجران اصلا اجازه کار نمیدهند، حتی کسانی را که مدرک دارند بازداشت میکنند و برای چند روز به اردوگاه میبرند. مهاجر دیگری که به سبب‌های امنیتی نام خود را پنهان کرد به خبرنگاران گفته است که با وجود آن که متولد ایران هستم و حدود 40 سال با ساکن این کشورم، از وضعیت پیش آمده نگران هستم تا شغل و درآمدم را از دست ندهم. در گزارش ویدیویی که رسانه‌های محلی از استان فارس نشر نمودند دیده می شود که یک گروه مسئولان حکومت مغازه‌های را که در آن مهاجران افغان به عنوان یاردمچی و فروشنده کار میکنند در آنها را محکم نموده مهر میزنند. در این گزارش مهدی دهقان خلیلی منصبدار حکومت این ولایت ایران الکی از مهر زدن 25 مغازه خبر داده تاکید نمود که این ممنوعیت شامل تمام مهاجران چه مجاز یا اجازتنامه دار و چه غیر مجاز یا بی اجازتنامه می شود. در همین حال ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بازدید از محله شوش تهران گفته است که مهاجران افغان عامل ورود انواع امراض به ایران هستند. همچنین این منصبدار ایرانی مهاجران افغانی را سبب بالا رفتن نرخ اجاره منزل‌های استقامتی در این منطقه تهران دانسته است. بنا به باوری کارشناسان با آنکه چندین ده ساله باز میلیون‌ها پناهجوی افغان در ایران حضور دارند، محدودیت‌ها برای آنها همواره وجود داشته روز به روز افزایش یافته ایستاده است. از یک طرف سیاست‌های مهاجر ستیزانه دولت و از طرف دیگر ناسازگاری‌های سیاسی بین ایران و رژیم‌های حاکم بر افغانستان زندگی به این هم تلخ مهاجران افغان را در ایران باز هم تلختر می کند. منع فعالیت مهاجران افغان در ایران زمان صورت می گیرد که اخیراً میان جمهوری اسلامی و حاکمان کنونی افغانستان از گروه تندرو طالبان بر سر تقسیم آبانبار هلمند تنش‌ها به میان آمده به زدخوردهای مسلحانه در مرز پیچید و باعث کشته شدن چندین نفر از هر دو جانب شد. برخی از سیاستمداران ایرانی بر اینند که مقامات جمهوری اسلامی باید از مهاجران افغان همچون فشنگ برای فشار آوردن به گروه طالبان که حالا در افغانستان حکومت سیاسی را به دست آوردند استفاده برند. در همین حال وزارت مهاجرت طالبان روز 6 میون خبر داد که ایران در یک روز 1809 مهاجر افغانی را اخراج کرده است. خبرگزاری ایرنا یک پایگاه خبری دولتی ایران به نقل از فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی نوشته است که تنها در هفته اخیر 18943 مهاجر افغان از خاک ایران اجباراً اخراج کرده شدند. در تاجیکستان یک وقتا امیدواری وجود داشت که ایران باعث یک کشور همزبان و هم فرهنگ در بازار کاریش را برای مهاجران کاری از تاجیکستان می‌گشاید. سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان بعضی از تاجیکستانیان با آنکه با مردم ایران فرهنگ و زبان یکخیله دارند به جمهوری اسلامی ایران پناه برده بودند، ولی در ایران اکثریت آنها با دچار شدن به مشکلات مذهبی خود را بیگانه حس نموده دیگر کشورهای امن منطقه را اولاد دانسته ایران را ترک نمودند. با آنکه مردم ایران و تاجیکستان زبان و فرهنگ و رسم و رسوم به هم خیلی نزدیک دارند،
مهاجران کوری از تاجیکستان برای مهاجرت کوری به ایران تقریبا سفر نمی کنند.